سلام، وقت بخیر. این بار وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را با خود داریم. وزیر کشور را که نزدیک به 6 میلیون نفوسش در خارج کشور در مسافرت یا در مهاجرت هستند. خب از وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دعوت به عمل آوردیم. برشان خوش آمدید میگوییم و در مورد حل مشکلات متعدد افغانستان در پاکستان و در ایران میپرسیم. وزیر صاحب محترم، تا حال چی اقدامات کردین و چی دستاوردهایی دارین در این راستا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در پاکستان بعد از صحبت‌ها و مذاکرات طولانی را که داشتیم در نهایت به این تفاهم رسیدیم و یک سندی هم بین ما و پاکستان امضا شد که کسایی که دارای کارت هستند اینا کارتایشان تمدید شوند و مهاجرین فاقد مدرک و اسناد که در پاکستان زندگی میکنند اینا راجستر شوند و برای اینا یک نوع کارتی داده شود که بر اساس او کارت اینا از اذیت و آزار پلیس مسئول باشه. گرچه این کارت من قسمی که گفتم یک نوع خاص کارت است، کارت پناهندگی نیست. از او امتیازات را که مهاجرین در برگشتشان پناهنده ها از یونیسیار دریافت میکنند مستحق او شده نمیتونه، ولی در این حال مسئولیت برایشان میاره برای جلوگیری از آزار و اذیت پلیس پاکستان. درست. وزیر صاحب محترم، من میخواستم سوال بکنم که درست در این نوع موضوعات قبلا هم صحبت‌های داشتیم، منتها نتیجه چندان خوب نبوده. به طور مثال مشکلاتی که در ایران دارن، کسایی که اسناد ندارن، فاقد سند هستن، اطفالشان هنوز هم مکتب رفته نمیتونن. یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی فعلا در ایران در بین مهاجرین این موضوع است. چرا ایران به تعهدات خود عمل نمیکنه؟ از پیرار سال تمامی فرزندان مهاجرین در مکاتب جذب میشه، در مکاتب رسمی جمهوری اسلامی ایران. پیرار سال 48,000 نفر و پارسال هم نزدیک 50,000 نفر کسانی که فاقد مدرک هستند ثبت نام شدند در مکاتب ایران، در مدارس ایران، مدارس دولتی، و برای خانواده های اونا هم یک کارت دادن اونا که اینا خانواده دانش آموزای فاقد مدرک هستند که در مدارس درس میخوانند. به نحوی خانواده هایشان هم مسئولیت پیدا کردن. فعلا هم ثبت نام جریان داره. در همین روزا مهاجرین مراجعه میکنن، اولادایشان در مکاتب ثبت نام میشه و ضرورت به ارائه مدرک هم ندارن. فاقدین مدرک در اونجا ثبت نام میکنن. بله وزیر صاحب محترم، بازم بر شما موقع میرسه که در این مورد صحبت بکنین. منتها در ایران به طور مثال میگن فشارهای سیاسی موجود است. به طور مثال کسایی که به جنگ ایران، به جنگ سوریه فرستاده میشه، بر از او امکانات خوب میسر میشه و از این یک نوع استفاده میشه. شما در این مورد کدام صحبت‌های داشتین که فشارها به جهت فرستادن مهاجرین افغان به جنگ سوریه صحبت‌های داشتین به طرف مقابل یا نیست؟ یقینا دولت افغانستان و ما از موضع وزارت امور مهاجرین هر نوع فشار بالای مهاجرین را که اونا رو وادار بکنه برای مشارکت در جنگ در هر کشوری که بوده باشه و هم در مورد سوال شما که اونا رو وادار بکنن برای مشارکت در جنگ سوریه، ما اینا رو نمیپذیریم و از نظر ما یک کار نادرست است، مخالف کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در امور حقوق مهاجرت است. و من امیدوار هستم که در نکته‌ای که شما آخر اشاره کردین هم مقامات جمهوری اسلامی ایران توجه بکنن و این موضوع بیشتر یک موضوع کنسولی هست. امیدوار هستم که وزارت امور خارجه ما هم در این قسمت توجه بکنن و به این مسئله بهتر و خوبتر رسیدگی شود. بله جناب بلخی، در 9 سنبله سال جاری پارلمان پاکستان
در یک نشست عمومی خود دو موضوع را به شکل جدی مورد بحث قرار داد که اولی رابطهش با امریکا بود و دومیش هم طرح اخراج مهاجرین افغانی از پاکستان. آیا به نظر شما پاکستان مسئله مهاجرین افغانی را که در حقیقت یک مسئله بشری است به عنوان حربه سیاسی استفاده نمیکنه؟ ما در فبروری همین سال یک اجلاس 3 جانبه داشتیم در پاکستان. در اونجا مقامات پاکستانی یه را همراه ما پذیرفتند که با موضوع مهاجرت به عنوان یک مسئله انسانی و بشری ببینند و ارتباط ندن مسائل مهاجرین را با مسائل امنیتی و سیاسی و نتیجه اجلاس را هم همراه ما امضا کردند و در اونجا هم تصریح شده این موضوع و تا کنون پاکستان به همین وعده خودشان عمل کردند. من پیشتر براتون گفتم در اینمی روزا که شما میگین که پارلمان پاکستانی تو یک فیصله داشته ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان جریان داره. اداره نادرا اینا را راجستر میکنن. 100 نفر هم ما توظیف کردیم که با اونا همکاری میکنه برای تثبیت هویت اینا و برای اینا کارتای داده میشه که از اخراج اجباریشان جلوگیری بکنه و مسئولیت داشته باشه از اذیت و آزار. وزیر صاحب محترم، یک چیز بسیار زیاد عمده اساسی که بارها با شما در میان گذاشتیم با وزارت‌های دیگر هم و ایست که به خاطر جلوگیری از این مشکلات یعنی کارگرها به شکل رسمی به اساس قراردادها مثل که بین اروپا و ترکیه شد انجام یابد. در این راستا هیچ پیشرفت تا حال به نظر نمیخوره. یگانه راهش هم شاید امی باشه که به شکل رسمی کارگرها در اونجا ارسال شود. صاحب نه؟ قرار است که وزیر کار ایران در افغانستان سفر داشته باشه و با وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان صحبت‌هایی که قبلا صورت گرفته تعقیب بکنه و این منجر شود به امضای یک تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس او تفاهم‌نامه اعزام کارگر از افغانستان به ایران در چوکات یک قانون تنظیم شود و همه قسم ایرانی‌ها فعلا متقاضی هستند که در بعضی جاهای ایران به خصوص در افغانستان به خصوص در ولایت‌های مرزی زمینه‌های کاری و شغلی در اونجا مثل که بعضی شرکت‌های ایرانی دارن قراردادهای دارن و خواستار اعزام کارگر از ایران به افغانستان هم هستند و قرار است که این مذاکرات تعقیب شود و ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر در این رابطه هم ما به نتیجه برسیم. بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی. تا قسمت دوم مصاحبه ما فعلا خداحافظ.